سلام بینندگان گرامی، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 28 اکتبر است. عبدالله اشرف هستم همراهتان و در چند دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم می کنم. شهاب شریپوف فرزند مرحوم کارامات شریپوف رهبری حرکت مهاجران کاری تاجیک از تأسیس مرکز نو با نام همه یکجا در مسکو پایتخت روسیه خبر داد. شریپوف در یک اظهارات ویدیویی روز 27 اکتبر در شبکه اجتماعی یوتیوب از تأسیس این مرکز خبر داده گفته است هدف این سازمان سرجم کردن مردم و دفاع از حقوق مهاجران کاری تاجیک می باشد. شهاب شریپوف با درجه سراغی مرکزی نوتأسیس همه یکجا در مسکو از مهاجران کاری خواسته است اگر مشکل حقوقی دارند می توانند به این مرکز مراجعت کنند. کارامات شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه از حامیان معروف در میان مهاجران کاری تاجیک بود که حکومت روسیه و تاجیکستان و بخصوص کارفرمایان روس را زیاد تنقید میکرد. شریپوف شهروندی روسیه را داشت ولی مقامات روس ماه دکبر سال 2017 شهروندی او را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته میشد که سبب اخراج شریپوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه است، اما کارامات شریپوف تا آخر اخراج شدنش از روسیه کار یک گروهی غرضناک میدانست که فعالیت‌های او برای حمایت از حقوق مهاجران به این گروه ضربه زده بود. شریپوف روز 9 می سال 2020 در سن 57 سالگی در زادگاهش ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان از عالم درگذشت. حکومت تاجیکستان طرح بودجه کشور برای سال 2021 را قبول کرد. پس از این طرح بودجه به بررسی وکیلان پارلمان فرستاده می شود. نیمه دومی روز 27 اکتبر مجلس حکومت تاجیکستان دایر شد و به گفته دفتر مطبوعات پرزیدنت در آن لایحه بودجه کشور برای سال 2021 بررسی شد. موافق طرح حکومت حجم درآمد بودجه سال آینده 27.6 میلیارد سومانی و یا بیش از 2.5 میلیارد دلار پیش بینی شده است. خراجات بودجه در سطح 28.1 میلیارد سومانی معین شده است. قبول طرح بودجه سال 2021 از سوی حکومت در حال است که سال جاری بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس و کاهش یافتن انتقال‌های پولی مهاجران کاری درآمد بودجه کشور به شدت کم شد. از این رو پایان ماه ایونی امسال از جمله با توسعه صندوق بین‌المللی پول تاجیکستان نقشه درآمد بودجه را 2 میلیارد سومانی و بخش خراجات را 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی کم کرد. در تاجیکستان 41 مورد دیگری ثبت شده بیماری کووید 19 را ثبت کردند. به اطلاع رسمی روز 27 اکتبر تعداد عمومی مبتلایان به 10,860 نفر رسید. تاجیکستان آخر ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس را اعتراف کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در این مدت بیش از 90% یا زیاده از 10,000 بیمار شفا یافتند. وزارت روز 27 اکتبر در سامانه رسمیش نوشت در شبانه روز اخیر 58 کس بعد از طبابت به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. مقامات تلفات از بیماری همگیر را 81 نفر شمردند، اما متخصصان به آمار رسمی درباره بیماری کووید 19 شبهه دارند و میگویند تعداد گرفتاران و تلفات از این بیماری به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی میگوید. عین زمان در بسیاری از کشورهای اروپا از افزایش سرایت گزارش میدهند و محدودیت ها برای مانع شدن به مرگ و میر آدمان در این کشورها زیادتر می شود. پرزیدنت دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن روز دوشنبه آخرین هفته پیش از انتخابات خود را شروع می کنند. انتخابات روز 3 نوامبر است و یک هفته پیش از آوازدهی شدت گرفتن پاندمی کووید 19 و بیمار شدن مایک پنس معاون ترامپ مبارزه را پرچالش تر می کند. ترامپ همانا از موفقیتش در امر مبارزه با کووید 19 صحبت می کند و مایک پنس تبلیغات انتخاباتی را قطع نکرده است و این همه در حالی است که همه روزه حادثه های نوی رکوردی گرفتاری به کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا به قید گرفته می شود. بایدن پرزیدنت را برای به گفته‌اش تن دادن در برابر پاندمی متهم کرد و گفت که این عملش باعث مرگ تقریباً 225,000 ساکنی
امریکا گردید. در 8 روزی پیش از انتخابات بیش از 59.1 میلیون اهالی ایالات متحده آمریکا الکی به طور حضوری و یا توسط پشت در آوازدهی اشتراک کردند. آوازدهی امسال بنابر به پیشبینی‌های دانشگاه فلوریدا میتواند از نظر شرکتی رای دهندگان در یک عصر گذشته رکوردی شود. ضمناً در تاجیکستان هم به انتخابات پرزیدنتی در آمریکا ساکنان توجه دارند. همکارم افسانه اکابرشای و در کوچه های شهر دوشنبه از ساکنان پرسید که انتخابات پرزیدنتی در آمریکا را پیگیری میکنند و در باره آن چی میدانند. شما انتخابات آمریکا را پیگیری میکنید؟ بله. امروز دبات ترامپ با بایدن را تماشا کردم. با حیران چی برای چی از کدام سبب باشد فقط ترامپ بسیار کریتیکا میکنند. بیشتر چیز شد دبات را تماشا کرده بودم. اونجا کمتر صخروی کرد، بسیار رقیبش گپاش نبرید. همه برزی دیوه گپ زدن که بسیار батешон культурный нест. Не, если честно, нет. А почему? Ну, даже не интересуюсь политикой. Трамп состарнастан, барои ки чем бояд дига мебиан қонунои худшона ҷорӣ карданда, му всё по-старому лучше. Хабарҳоро аз куҷо мехонед дар ин бора? Биштар аз сомонаҳои интернетӣ. В этом читаю прессе. Ну, так не интересует, мне барибер, кто из них. Это будет, Трамп будет, Байден будет. در افغانستان همسایه کشور تاجیکستان مرد با مویلب و یا بروتی از همه دراز معین شده است. مویلبی کاکاجان شوقی که ساکن شهر کابل می باشد اندک کم از 1 متر است. از نگاه درازی مویلب ها در افغانستان او همتا ندارد، اما میگوید آرزو دارد در آزمون‌های بین المللی مویلب های دراز شرکت داشته باشد. تفصیلات بیشتر را درباره مویلب های دراز در گزارش همکارم طاهری سفر می‌بینیم. بروت این مرد تقریبا 1 متر و 40 سانتی متر دراز است. کوکاجان شوقی میگوید هیچ کسی دیگر در افغانستان مثل او مویلبی دراز ندارد. میگوید در سالهای 80 عصر گذشته شوقی مویلبی دراز داشت و نزدیک به 7 سال است که مویلب‌هایش را کوتاه نکرده است. از متر بالا ما کم نه. کمش کردیم، کمش نمی‌کنیم، تقریبا 2 متر 3 متر نمود دیگه. هر سال ما کمش میکنم، مثلا 4 ناخن 5 ناخن، که 5 سانتی و 4 سانتی کمش میکنم. از بس که مویلب‌های دراز دارد آن را در پشت گوش‌هایش می‌پیچد. به گفته کوکاجان شوقی دوستان و نزدیکانش را از کشورهای دیگر به او روغن‌های مخصوص می‌فرستند، اما نه همه در خانواده‌اش برودهای پیچیده او را خوش دارند. مامانت خود اولادا میگن که کمش کنم، مگه نشون نده که برود میگه شوقی آدم استماع کنه. ما مردم بسیار دوست داره، مردم شهر کابل افغانستان دوست ما داره. میگه دیگه مامانت نیست دیگه، فقط کلی که میگه آفرین و بیشک شهرم که میرم کلی که دست بالا میکنه. در بیرون از افغانستان بلژیم سال گذشته میزبان آزمون بین المللی ریش و مویلب بود که در آن لوسیا باتیستا از امریکا جای اول را گرفت. قرار است آزمون بعدی ریش و برود سال آینده در زلنده نو برگزار شود. اما در اینجا در افغانستان مویلب‌های کوکاجان شوقی نه تنها شوقش است و او هم مشتاق شرکت در آزمون در زلنده نو است. بیننده ارجمند، در پایان این نشر نویدی بامدادی همچنان نظر داشته به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز بانک ملی معین کرده است، 1 دلار آمریکایی 10 سامانی و 33 درم، 1 یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 12 سامانی و 23 درم و 1000 روبل روسی 134 سامانی ارزش دارد. اینجا برنامه نویدی بامدادی را به انجام می‌رسانیم. برنامه‌های نو و جالبی ما دوام روز با خبرهای تازه ترین تاجیکستان و جهان تقدیم شما می‌شود. ما را همراهی کنید.